پیش از همه درباره فضیلت حافظ قرآن بودن تقریبا همه میدانیم که حافظ قرآن برکتش به خودش نه، حتی به پدر و مادرش هم گذرنده هست که به پدر و مادر حافظ قرآن تاج پوشانیده می شود که فقط یک سنگ آن از کل دنیا قیمت بهاتر است و دیگر باعث رشک و باعث به معنای رشک نه و هوس خوردن و غبطه خوردن دیگران می شود. و این چونین حتی درباره اینکه حافظ قرآن با عمل، شرطش این است که عمل کننده باشد، او از احبای الله، از اهل الله هست، از اولیای الله هست. حدیث در ابن ماجه است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند ان لله اهلین، پروردگار اهل خاص خود را دارد، یعنی اولیای خود را دارد که آنها در نزد پروردگار منزلتی خاص را دارند. وقتی صحابه میپرسند که کی هستند آنها یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند هم اهل القرآن هم اهل الله و خاصته. اهل قرآن آنهایی که با قرآن زندگیشان با قرآن است، آنها اهل الله و شخصان مخصوص الله هستند، شخصان نزدیک به الله هستند که منزلت آنها اصلا مثل منزلت دیگران نیست. اما اینجا نکته مهم این است که اون اهل الله، آنهایی که به الله نزدیک هستند، حافظان قرآن با عمل هستند. برای اینکه در حدیث های دیگر آمده است که من حفظ القرآن و عمل به، کسی قرآن را حفظ کرد و به آن عمل کرد، فقط قاری ازیاد کردی، نمیدانی حلال چی است حرام چی است، قرآن را حفظ کرده و برعکس قرآن زندگی میکنی، آن چیزی که الله نهی میکند در قرآن به آن دست میزنی، یا آن چیزی که امر میکند از آن دست میکشی، این همان که مثل الحمار یحمل اسفارا میشود، مثل خری که بالایش چند کتاب هست و برعکس روز قیامت قرآن بر ضد او شهادت میدهد. برای همین هر حدیثی که درباره حافظان قرآن آمده است نباید فراموش کنیم که آن درباره حافظان قرآن با عمل است.